بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نصلي ونسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا وشفيعنا وقرة عيننا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه نجوم الهدى الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته ووزراء دولته وأوصياؤه في أمته رضي الله عنهم ورضوا عنه وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من المتبعين لهم بإحسان يا أكرم الأكرمين. اللهم نور قلوبنا بالعلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم يا من هو أقرب إلينا من حبل الوريد يا فعال لما يريد يا من يحول بين المرء وقلبه حل بيننا وبين من يؤذينا بحولك وقوتك. يا كافي كل شيء ولا يكفي عنه شيء. اكفنا ما يهمنا من هموم الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدیر و بالإجابة جدیر. با حمد و سپاس و ستایش بی حد بر خداوند متعال و با درود بی پایان بر محمد مصطفی علیه الصلاة والسلام و علی آله و صحبه الکرام و با عرض سلام و ادب شما بینندگان ارجمند در سراسر گیتی از مؤمنان و صالحان و حقجویان و منصفان از خداوند متعال تقاضا دارم که در این اوقاتی را که مشرف به خدمتتون هستم آنچه را که برای اصلاح قلوب و افکار و رفتار و گفتار و کردار و خانواده و جامعه و اصلاح دنیا و آخرت من شما مفید است خداوند آن را بر قلب و فکر و زبان بنده جاری نماید و شما سروران ارجمند را و شما برادران و خواهران محترم را و شما فرزندان عزیز را از کسانی قرار بدهد که سخن را به خوبی میشنوند و بهترینش را برمیگزینند. بهترین سخن خداوند است و بهترین رهنمود نبوی. در شرح سخن خداوند جل جلاله و امنواله رسیدیم به آیه دوم از سوره حجر. تلاوتش را بشنویم بعد از اون ترجمه و تفسیرش را. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. بسا آنکه کفار ناراست خو نمایند در دل چنین آرزو ای کاش بودند یزدان پرست بر آیین اسلام آرنده دست. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بسا چه بسا آنان که کافر شدند چنین آرزویی کنند، آنان که مشرک شدند، آنهایی که امام پرست شدند، آنهایی که عیسی پرست شدند، اونهایی که از قبرها مشکل گشایی میخواستند، شرک به خدا میورزیدند، در وقت مرگ یا در بهشت یا در آخرت بخشید آرزو میکنند که کاش موحد میبودند، کاش مسلمان میبودند. لیکن کار از کار گذشته. کلمه ربا یا بسا یه حرفیه که هم برای تقلیل به کار میره و هم برای تکثیر به کار میره، لیکن بر حسب آنچه که ما بعدش میاد.
و حرف اصل اینه که بر مفرد داخل بشه. در عربی مثال میگن رب اخ لک لم تلده امک، چه بسا برادری که برای شما هست که مادرتون رو نزاییده. این برای تقلیله. شاید بسا، چه بسا انسان تنبل هم قبول بشه مثلا، لیکن اگه بگیم که چه بسا که انسان ذکی پیروز بشه، این برای تکثیره. یعنی در واقع این استعمال یک چیز بر نقیضش هم هست، برای که عقل متنبه بشه. اینجا کلمه ربا اومده، بعدش هم حرف ما اومده و بعدشون هر دوشون فعل اومده. در چوی مواردی عیبه که بگیم که این کلمه ما زائده، برای که متکلم خداوند سبحانه و تعالی، در مقابل سخن خداوند نباید چنین حرف زد. حرف خداوند زائد نیست. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. آیا وقتی میاد که کافران، مشرکان، امام پرستان، عیسی پرستان آرزو میکنند که مسلمان میبودند، موحد میبودند، به قول امروزی وهابی میبودند، کلمه ود، دوستی، دوست داشتن، میل داشتن، آرزو کردن، همه اینایی که انسان با چنین الفاظی به کار میبره اسمش طلبه. در زبان عربی یا در زبان عموما، اگر شما دنبال چیزی باشید که قابل تحقق باشه و یا قابل تحقق نباشه، مثلا شما آرزو میکنید که جوانی روزی بازگرده، یک آرزویه که محاله، برای که متحقق نمیشه، اینو میگن آرزو، تمنی، تمنا چنین میکنی. اما وقتی بگی شاید من فلانی رو زیارت کنم، این امیده، تمنی نیست، برای که چون این کاری ممکنه. یه موقع شما سوال میکنی چند نفر پیشت هست، این برای استفهامه. پس چیزی رو که شما آرزو بکنید که قابل دسترسی نیست، اونو بهش میگن تمنی. اونو که قابل دسترسی باشه اونو میگن امید یا رجا، امید. و اگر میخواد چیز رو بدونید، حقیقت چیزی رو بدونید، اونو میگن استفهام. طلب در این آیه ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، آیه این بر طلبه. باید نگاه کرد که چنین آرزویی میکنند کافران و مشرکان، بددینان و بیدینان، اهل بدعت و اهل کفر. این آرزو وقتی پیش میاد که براشون حوادثی رخ بده که عناد از سرشون برداره. کافران معمولا به خاطر تکبرشونه که ایمان نمیارن. مشرکان معمولا به خاطر دنیا دوستیشون و تجارت دینیشونه که موحد نمیشن. وقتی که عناد از سر آدم برداشته شد، انسان با معیارهای حقیقی بررسی میکنه. اینجا خداوند سبحانه و تعالی میفرماد که، یا در جای دیگه، و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم، قیامت منکر شدن در صورتی که نفسهاشون مطمئنه. چرا؟ ظلما و علوا، به خاطر ظلم و برتری طلبی. و همین حادثه هم در وقت جنگ بدر رخ داد، وقتی که مسلمانان بر کافرانی که 3 برابرشون بودن پیروز شدن، اموالشون رو غنیمت گرفتن. بعضیاشون میگفتن کاش که ما مسلمان میبودیم، این غنایم رو میگرفتیم. هنوز عقلاشون چشماشونه. چون این آرزوی در دنیا برشون رخ داده و در وقت مرگ هم چون این آرزوی برشون رخ میده. ولذا خداوند میفرماد که حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فيما تركت، تا اینکه مرگ به سراغ یکیشون میاد که خدای من باز گردان تا عمل
نیک انجام بدم. خداوند در جوابشون میفرمود که کلا انها کلمة هو قائلها، هرگز، حرفی که الکی میزنه بر خودش و آرزو میکند که مسلمان باشند. ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، مجرمان رو میبینید سراشون پایین پیش پروردگار، مجرمان امام پرست، مجرمان امام تراش، مجرمان عیسی پرست، مجرمان قالی، تندرو، افراطی، همه این جنگ هایی که شما در میان ادیان میبینید اینها جنگ قالیان با قالیانه. ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، سراشون خمیده پیش پروردگار. ربنا ابصرنا و سمعنا، خدا ما دیدیم و شنیدیم. ارجعنا نعمل صالحا انا موقنون، ما رو بازگردون تا عمل صالح انجام بدیم، ما الان یقین داریم. این که این آخرته. پس وقتی میاد که کافران آرزو میکنند که مسلمان میبودن. چرا؟ برای چون قیامت رو دیدند، به عین الیقین رسیدند، دیگه اون تکبر و اون انکاری که در قلبشون بود اونو کنار میندازن. ولی فرصت گذشته، کار از کار گذشته. این زندگی که شما بهش چنگ زدید، دیدید که فانی بود، الان آرزو میکنید که مسلمان میبودید که الان که دیگه تکلیفی نیست، دیگه فرصت از دست رفته. ولذا بر مسلمانان راستین فخر همین کافیه که بر دین خدا هستند، به تکالیفشون چنگ میزنند. و بر کافران و مشرکان، بر امام تراشان و عیسی پرستان و عزیر پرستان و قالیان، همین آر کافیه که دین و دنیا را از دست دادن و الان آرزو میکنند که کاش که مسلمان می بودن، موحد می بودن، یکتا پرست می بودن. در روز قیامت خداوند مسلمانانی را که از گناهانشون توبه نکردند، استغفار نکردند و با وجودی که نیکی هایی که به 10 برابر تا 700 برابره، بدی هاشون چربیده، و از کسانی شدند که خداوند گناهانشون نبخشیده، یا به خاطر اینکه نیت مخلص نداشتند، باطنشون خوب نبوده، و از میان اینها هم اهل نفاق و اهل تقیه، همه اینها قرار داره. کسانی که قرآن دربارشون میفرماید استغفر لهم ولا تستغفر لهم، اگر براشون استغفار بکنی یا نکنی خدا اینا رو نمیبخشه. چون این افرادی به همون اندازه که نافرمانی کردن، به همون اندازه در جهنم میمونن. خب کافران نگاه میکنن، اینها شماتاتشون میکنن، میگن که شما که لا اله الا الله میگفتید، این لا اله الا الله به درتون نخورد که شما با ما در آتشید. خداوند نگاهشون میکنه، بر مؤمنان به اصطلاح امروز غیرت میورزه، میگه هر کسی که میفرماد که هر کسی که گفت لا اله الا الله درش بیارید، اگرچه گناهان زیادی کرده، لیکن کی بعد از که کباب شده اینا رو بیرون بیارید ببریدشون بهشت، به خاطر همین کلمه‌ای که گفتند. ولذا پیامبر اکرم بر ابو طالب عمویش بسیار اصرار میکرد شما این کلمه رو بگو تا من در قیامت برات شفاعت کنم، و آخرش هم نگفت. و ربما یود الذین کفروا، که بسا بسیار این کافران آرزو میکنند که مسلمان میبودند وقتی چنین روزی رو میبینند. بعضی از اهل علم میگن حتی این در دنیا ممکنه، بلکه در دنیا هم خداوند یه قیامت کوچیکی قرار میده برای عبرت، یعنی گاهگاهی مردم رو میگیره.
کافری که مالو از حرام جمع کرده، از ربا جمع کرده، مشرکی که مالو از زیارت ها جمع کرده، خمس گرفته، دزدی کرده، چه دزدی دینی چه دزدی دنیوی، وقتی که خداوند مالشو تلف میکنه، در چنین وقت مصیبتی پشیمان میشه، میگه کاش که من مثل مسلمانان مال حلال میخوردم تا خداوند مالم برکت میداد، تا زندگی درستی میداشتم. این یک مثاله. کافر یا بی قید و بند ظاهرا مسلمانه، یه زنی رو میبینه باش به دینش اهمیت نمیده، به اخلاقش اهمیت نمیده، اگرچه در ازدواج حتی قبل از دین پیامبر اسم اخلاق برده، بعد دینو میاد باش ازدواج میکنه، بعد اینکه انحرافشو میبینه، پستیشو میبینه، زندگیش جهنم میشه، آرزو میکنه که کاش که مسلمان میبود تا مثل زنان مسلمان با مردان مسلمان زندگی میکنند راحت میبود. این یک معناه. یعنی کافر هر وقتی به مصیبتی میفته، اگر در مالش مال حرام باشه خداوند عبرتش بده، یا راجع به خانوادهش، هر کی خانواده رو بر اساس غیر دین درست کنه به این مصیبت ها گرفتار میشه. کسی که با زنی به خاطر جمالش فقط ازدواج کنه خداوند ذلیلش میکنه، فقط به خاطر مالش ازدواج کنه خداوند فقیرش میکنه، اگر به خاطر نسب و حسبش فقط ازدواج کنه خداوند اونم حقیر میکنه. فعلیک به ذات الدین تربت یداک، دنبال زن دیندار بگرد تا به جای خوبی برسی. ولذا کسانی که مورد عبرت قرار میگیرند آرزو میکنند در چنین وقتی در همین دنیا کاش که رفتارشون اسلامی میبود، مثل مسلمان ها میبودند. ولذا خداوند میفرماد که من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبه. هر کسی که عمل نیک انجام بده، از زن و مرد، مؤمن باشه، موحد باشه، یکتاپرست باشه، ما زندگی پاکی بهش میدیم، زندگی خوبی بهش میدیم. ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا یعملون، و پاداششون رو بهترین شکلی که عمل میکردن بهشون خواهیم داد. این در سوره مبارکه نحل آیه 97. یا میفرماد ام حسب الذین اشتروا السیئات، آیا کسانی که اعمال بد انجام دادن اونها فکر میکنن ما اونها رو مثل کسانی که ایمان آوردند و عمل نیک انجام دادن، سواء محیاهم و مواتهم، چه زندگیشون و چه مرگشون، اگر چنین فکر میکنن ساء ما یحکمون، چه بد حکمی میکنن. در سوره جاثیه آیه 21. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، در سوره سجده آیه 18. آیا کسی که اهل ایمان باشه، اهل توحید باشه، مثل کسی که فاسق باشه، اینا برابر نیستن. افنجعل المسلمین کالمجرمین، آیا ما مسلمانانو مثل مجرمان قرار میدیم؟ ما لکم کیف تحکمون، چطور شده؟ چطوری حکم میکنید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه، آیا کسی را که ما بهش وعده نیک دادیم و این وعده را خواهد دید، او مثل کسی است که ما بهش دنیا دادیم و بعد در قیامت از حساب شدگانه؟ یا در سوره طه آیه مبارکه 124 و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنکا و نحشره یوم القیامت اعما. پناه بر خدا، هر کسی از ذکر من، از یاد من اعراض کنه، هیس هیس بگه، علی علی بگه، اج اج بگه، عیسی عیسی بگه، دل تبی عیسی بده، دل سار کشتی حسین شو، و از بقیه بت پرستی ها، همه اینا بت پرستی است. هر چیزی که شما را از خدا دور کنه به نام هر بزرگی هم که میخواد باشه، اون بت پرستی است.
شیطان میخواد شما خدا رو نپرست، عیسی رو بپرست، محمد رو بپرست، موسی رو بپرست. برای شیطان فرق نمیکنه. شیطان قسم خورده که مردم خداپرست نگذاره. هر کسی که از ذکر من اعراض کنه همانا زندگی سختی خواهد داشت و روز قیامت او را کور محشور میکنیم. پس کافر چه در دنیا یا مشرک وقتی که نتایج عمل خودشو میبینه، نتیجه حرامخوری رو میبینه که چطوری خداوند ویرانش میکنه، چطوری خانواده‌اش رو ویران میکنه، نتیجه ازدواج فاسد رو میبینه، نتیجه کارهای زشتش رو میبینه، نتیجه دروغگویی رو تقیه کنی رو میبینه، آرزو میکنه که چون این کاری نمیکرد، آرزو میکرد که مؤمن درستی میبود، آرزو میکنه که مسلمان درستی میبود. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. پس این در دنیا هم ممکنه، در آخرت هم همچنان که عرض شد در روز قیامت کافر آرزو میکنه که مسلمان میبود، که وقتی که گرفتار آتش میشه. ولو ترى اذ وقفوا علی النار، اگر ببینید اونها وقتی که روی آتش ایستادن در مقابل آتش، و قالوا یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا، کاش که ما الان باز میگشتیم و تکذیب آیات خدا نمی کردیم و نکون من المؤمنین، و از مؤمنان میشیم. ولی کار از کار گذشته. و یوم یعض الظالم علی یدیه، در سوره فرقان آیه 27 و 28، در آن روزی که ظالم انگشت حسرت میجوه. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش که من راه رسول میرفتم. از امام خبری نیست، از امامت خبری نیست، دروغی که آخونده مردم باش مشغول کردن. و یا لیتنی و یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، وای بر من کاش من فلانی رو دوست خلیل خود نمی گرفتم. که وقتی در مقابل آتشان، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، وقتی که مرگشون فرا میرسه، هنوز در این دنیا هر کسی که مرگش فرا برسه تا اسرائیل رو ببینه جاشو در جهنم یا در بهشت میبینه. کافر میگه که ای خدا منو بازگردان لعلی اعمل صالحا، تا عمل نیک انجام بدم. کلا انها کلمه هو قائلها، هرگز چون شدنی نیست. این کلمه ای که اون میگه و من وراهم برزخ، پشت سرشون برزخه، الی یوم یبعثون، تا روز قیامت. خداوند میگه برگشتی در کار نیست. آخوند پلید مشرک امام تراش میگه نه، اماما بر میگردن همینجا قصاب خانه درست میکنن روزی 500 تا میکشن، با حماقت ها بر جیب مردم خالی کردن. تلفه وجوههم النار و هم فیها کالحون، آتش به صورتاشو میرسه. شون گفته میشه که الم تکن آیاتی تتلی علیکم و کنتم بها تکذبون، آیا آیات من بهتون خونده نمیشد و تکذیب میکردید؟ مثل خمینی میگفتید که قرآن جز امام نمیفهمه، اسرار قرآن امام با خودش برده. دو جلد کتاب قرآن و امام زمان دزدیده با خودش برده. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا و كنا قوما ضالين، پروردگارا شقاوت ما بر ما غلبه کرد و ما گمراه بودیم. دست پا میزنن. ربنا اخرجنا منها فین عدنا فإنا ظالمون، ای خدای ما رو خارج کن از این حالت، اگه بازگشتیم به اولمون اون وقت ما ظالمیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون، خفشید الان وقت حرف نیست. به همه روحانیت های دجال فریبکار این حرفا گفته میشه و پیروانشون. کافر و مشرک وقتی که بر آتش عرضه میشه، وقتی که سرانجامشو میبینه، چنان فریادی میزنه که همه اهل زمین اونو میشنوند جز انس و جن. در چنین وقتی آرزو میکنند که مسلمان میبودن تا با ایمان و اسلام میمردن. هنوز در این دنیاست، هنوز در بستر مرگه.
در بستر مرگ مقامش و جایش رو میبینه، اون چه از عذاب را که خدا برش مهیا کرده میبینه. ورزه اهل کفر وقتی که ملک الموت بهشون میاد چهرهاشون عوض میشه، مضطرب میشن. لنین وقتی که مرد، استالین وقتی که مرد، آتاتورک وقتی که مرد، بهاءالله وقتی که مرد، زندگیشون رو بخونی ببینید به چه رسوایی مردن. بهاءالله در توالت مرد، فریاد میزنن، ولی کیه که فریادشون برسه؟ ولسه الان فرصتی که به من شما داده شده، این فرصت رو غنیمت بشماریم. مادامی که نفس رفت آمد میکنه، مادامی که قلب میزنه، مادامی که انسان زنده، هر مشکلی راه حلی داره، هر گناهی راه توبه‌ای داره. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.